دوامش ببینید امین به زیدوری زمان ها رسیده ایم به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم. همین یکی از جاهای بسیار مهم سیاسی، یعنی ما میگیم که ای وطنای دیار ارجمند، ما بله از زیدوری زمان ها رسیدیم، چی تاریخ های گذشتیم، ولی امروز ما در زیر پرچمی تو جمع شده ایم، صف کشیده ایم، در یک صف هستیم، در یک هدف، در یک سمت و زیر پرچمی تو متحد شدیم، وحدت یافتیم، در دامانی تو دوباره ملت شدیم، دوباره جمع شدیم. این معنای همین عمومیش. ولی در این علم سیاسی، در علم حربی، به زیر پرچم صف کشیدن این معنای موقع گیری دارد. یعنی شما تصور کنید که هر روز در این وقت سرود ملی موقع سیاسی خود را اعلان میکنید، میگه ای دیار ارجمند من، اینا من اعلان میکنم که در زیر پرچم تو صف کشیده ایم، به زیر یگان پرچم دیگر نمیریم، به این پرچم خیانت نمیکنیم. من این یک نوع وعده ما در نزد وطن است. اگر جوانی ما میرم خلفمه کی با واسطه می گفتنی که به زیر پرچم تو صف کشیده، ما هر روز چند باری که می خوانده میشد با وطن تعهد میکنیم، وعده میتیم، به اصطلاح علمای عزیز بیعت میکنیم با وطن. میگیم که من وعده میدم که ای دیار ارجمند در زیر پرچم تو ایستادیم، به پرچم تو خیانت نمیکنیم، زیرا در علم حربی، در علم سیاسی به پرچم خیانت کردن این به همو وطن، به همو نیرو خیانت کردن است. شکستن پرچم، سرنگونی پرچم این نشانه مغلوبیت است، سربلندی پرچم نشانه پیروزی. بنابراین ما موقع خود را اعلان میکنیم. و اگر حضرت اجازه تین یک مثال از امی دین میارم. بینید در امی دین از بس که دین ها طولی صدها هزار سال فعالیت کردن، مکانیزم های نازکی در همون دایره خودش قپیدن آدم کشف کرده است. مثلا بینید در امی دینی ما میگه که هر روز 5 بار نماز بخون، 5 بار میروی تیاری میبینی پیش معبود میستی که من نماز میخونم. بو میگه که در هر رکعت نمازت سوره الحمد بخون. چرا میگه که اگر حساب کنیم در یک روز این مذهب حنفی تا 29 کرد، با بعدی نماز 3 باری خونی، 30-40 بار باید سوره الحمد خونه یک مسلمان. چرا؟ چون در همین سوره الحمد یک گپ هست، میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی که من فقط اکو موگیم جمعش، ما فقط به تو تکیه میکنیم و فقط از تو مدد میطلبیم. یعنی شما دین طلب میکنه که تو پیروی من هر روز آمده 40 بار راست استاده وعدتی که ما فقط به تو تابعیم، ما از روی تو نمیبرویم، ما با یگان رو نمیریم. اینمی پیشین ده گفتی تو نمازی راست اخیال نبروی، با آمده 4 باری دیگر میگی، با تا شام 2 ساعتی دیگر با بیا 3 باری دیگر گو، با خفتند 4 باری دیگر گو، با خوب رو. بینید چقدر طلب میکنه که آمده همین را گفتن گیر توی که از راه نبروید. بعد هر ساعت آمده میگی که ایاک نعبد و ایاک نستعین. بینید این مضمونش شما دقت نکنید، مکانیزم پسیکولوژیشه که وای مثلا همیشه کرده است که شما هر 1 ساعت بعد آمده نو دل یگان سو مایل میکنه که با عصر میشه، با رفته 1 باری دیگر راست میشی. انا برای این مکانیزم کنترل یافته است. هم خیلی از نظری مضمون شما بحث نمیکنم، مفسرین از نظری مکانیزم کارش. انا به زیر پرچمی تو صف کشیدن باید هم خیلی کار کند. این سحر صدا داد، دانشگاه رفتیم صدا داد، در مجلس آمدیم صدا داد، بیگو پیش از خواب ساعتی 12 رادیو ده صدا داد، تلویزیون تمام کرد صدا داد، در دیواری مکتب، در دیواری دانشگاه یگان گروه، یگان حزب است، یگان حرکت است، یگان گروه غیر قانونی مغز شما را کمی بیجا میکنه، یکی میبینی به زیر پرچم تو صف کشیده، بر راست میشی، هر کلویش است، هر گروهیش است، بر راست میشه در جد میارد. انا برای همین
اگر انمی خیلی نگاه کنیم که همی بزیری پرچمی تو صف کشیدم، این وعده ای من در نزد وطن، این تعهدی، این مثل ایاک نعبدو است که هر روز آمده راست ایستادم میگه بزیری پرچمی تو صف کشیدم، به یگون طرف دیگه میل نمیکنم. انمی ما را در راه نگاه میداره. کمتر گروی شد با من بزیری پرچمی تو صف کشیدم، کمتر گرویش چپ شد بزیری پرچمی تو صف کشیدم. انمی تو این حد این میتونه معنی زنده داشته باشد. همیشه در راضی است شما حضرت اینجا خطای عقیدتی نیست. ما نگفتم که اینجا جنبه عبادی، من گفتم مکانیزم ببینید تو چی حد کار کرده است که همین یک جمله کتی قپیده می ایستد. بنابراین همین بزیری پرچمی تو صف کشیده ایم، یک جوانی ما اگر همین خیلی تصور کنه که بله اگر یک کمی ایسو گرایی شد، باز هم میگه بزیری پرچمی تو صف کشیده، مثل گشته راست در موقع وطنداری ما را راست بکنه. از این نظر این بسیار جای مهم است و میم همو بندی نقرات ده که زنده باشه وطن، تاجیکستانی آزادی من.